mamlakatimizni jahon دختر کلانی رئیس جمهوری ازبکستان سعیده میرزیویeva با اشغال مقام بلندترین در دستگاه پرزیدنت به وظیفه یاور رئیس جمهوری ازبکستان تعیین شد. عزیز مگروپوف نیز به مقام مذکور تعیین گردید. گفت کاتب مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان شهرزاد اسدov با استناد به فرمانهای دخلداری شوکت میرزیویف. Varis rolini ijro etuvchisi deb olgan to'g'riroq bo'ladi, chunki Rafael to'g'ri aytdilar, noma'lum kim voris bo'ladi, bu aniq emas. Ya'ni bu stabilllashtiruvchi element. Bu avtoritar davlatlarda albatta keyingi kim bo'ladi degan savolga, keyingisi kim bo'ladi degan savolga javob bo'lish kerak. یادرس میکنیم که قبلا دفتر مطبوعاتی میرزیویف از لغو مقام رئیس دستگاه پرزیدنت ازبکستان و یک قطار تغییرات در ساختار دستگاه خبر داده بود. طبق تغییرات در ساختار دستگاه رئیس جمهور به جای رئیس دستگاه دو وظیفه نوی یاور پرزیدنت جاری شده. تعداد مشاوران از 9 تا 11 نفر زیاد گردید. Bizda monarxiya shakllanayotgan yo'q. Bu masalan Iroq, Saddam Iroq vaqtidagi yoki Hafiz Asad vaqtidagi Suriyani bir eslatadi. U yerda ham mana shunday bir progressiv g'oyalarga ega bo'lgan qandaydir oilalar, aslida esa o'sha Tikritdan kelgan, Latakiyadan kelgan oilalar hamma joyda egallab olishgan. ناظران قید میکنند که با این راه شوکت میرزیویف عنعنه دیکتاتورهای کشورهای آسیای مرکزی را ادامه داده فرزندان خود را به مقامهای عالی دولت تعیین میکند. برهم دادن مقام رئیس دستگاه و تعیین شدن دخترش به حیث یاور پرزیدنت در برابر کسی دیگر ظاهرا پنهان کردن آن است که در واقع میرزیویف دخترش را به حیث رئیس دستگاه خود تعیین کرده است. این از تجربه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که از سال 2016 این جانب سرور مأموریتش دختر کلانیش آزاده رحمان است کاملا نسخه برداری می باشد. Prezident kayfiyati kimga yaxshilansa o'sha potensialni vorisga aylanishi mumkin yoki vorisaga. باید علاهیده قید کرد که عنعنه تیار کردن فرزندان پرزیدنتی توسط به وظیفه‌های گوناگون دولتی تعیین نمودن آنها در طول چند سال چنین می‌نماید که گویا آنها با روش طبیعی از منصب به منصب بالا می‌روند. چنین راه را سعیده میرزیویeva نیز طی کرده است. قبلا او در اجنس اطلاعات و کمیونیکاسیون‌های نزد دستگاه پرزیدنت جمهوری ازبکستان بعداً در شورای فوند دستگیری و رشد وسایل اخباری عامه فعالیت کرده است. bundan bir yil avval yetakchi bo'lishni maqsad qilib